در یک شب آرام، آرتین کوچولو در بسترش دراز کشیده بود. اتاقش تاریک بود و سایه‌های درختان از کلکین به داخل می‌رقصیدند. آرتین کوشش می‌کرد بخوابد، اما هر بار که چشمانش را می‌بست، سایه‌ها کلانتر و ترسناکتر به نظر می‌رسیدند. او کمی می‌ترسید. ناگهان نوری کوچک و درخشان در گوشه اتاق ظاهر شد. از میان نور پرنده‌ای زیبا و باشکوه با بالهای بلند بیرون آمد. او شاهین بود. شاهین با صدای آرام و مهربان گفت: سلام آرتین، چرا بیدار هستی؟ آرتین با تعجب و کمی ترس به شاهین نگاه کرد. آرتین گفت: من از سایه‌ها می‌ترسم. آنها شبیه هیوله‌های کلان هستند. شاهین لبخندی زد و گفت: سایه‌ها فقط بازی نور و تاریکی هستند آرتین. شاهین ادامه داد: بیا به تو نشان بدهم. تو شجاعت زیادی در قلبت داری، فقط باید پیدایش کنی. شاهین بالهایش را به آرامی باز کرد و نوری ملایم از آنها تابید. سایه‌ها شروع به رقصیدن کردند، اما این بار دیگر ترسناک نبودند، بلکه شبیه حیوانات بامزه شدند. آرتین خندید. او دید که سایه کمدش شبیه یک فیل بازیگوش شده و سایه چوکیش شبیه یک خرگوش جهنده. شاهین گفت: ببین آرتین، ترس فقط یک فکر است. وقتی شجاع باشی، می توانی هر چیزی را به چیز خوبی تبدیل کنی. آرتین دیگر نترسید. او فهمید که شجاعت از درون خودش می آید. او به شاهین لبخند زد و چشمانش را بست و با آرامش خوابید.